بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. خدمت همه شما عزیزان عرض سلام و عرض ادب و وقت بخیر دارم و امیدوارم در همه زندگی هر کجا که هستید موفق، شادکام، پیروز و با همت باشید. قصه امروز قصه همته، قصه یک مردی که با همتش کاری کرد که به ما درس داد، درسی به ما میده که ما هم میتونیم در هر وضع و حالی که هستیم، در هر ظروف اجتماعی که داریم، در هر موقعیتی که هستیم میتونیم خیلی باشیم و خیلی کارا بکنیم که شاید در تصور خیلی ها نیست. میتونیم شخصی باشیم که از این دنیا میریم و نام نیکویی بر این دنیا به اصطلاح برای آیندگان میگذاریم. سعدی شیرین سخن یک جمله بسیار، یک بیت شعر بسیار زیبایی داره، میگه سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. بله، باید بعد از این که از این دنیا رفتیم یک نام نیکویی بذاریم تا هر که بس از ما اومد بعدها، سالها، قرنها بعد یادی از ما بکنه و بگه فلانی خدا رحمتش کنه، فلانی خدا قبرشو باقی از باغیچه های بهشت کنه. فردوسی میگه که به نام نیکو گر بمیرم رواست، مرا نام باید تن مرگ راست. هممون میمیریم، اون چیزی که میمونه اون نتیجه فعالیت و نتیجه کارمون هست. زندگی دنیا خیلی کوتاست. در این زندگی شما وقت اونه که بیایید و اسمتو بر صفحه زندگی بنگاری و بنویسی و بگی من بودم، نه این که مردم بگن فلان رفت و خلاص تمام شد، بانگ برآمد که فلان رفت و بعد از اون خبری از فلان نیست و برای همیشه دفن میشه زیر خاک و کسی نه دعای خیری براش میکنه یا اگر هم میکنه دعای بدی میکنه که خدا نکنه از اون انسانها باشیم. شما اگر مسلمونید پس باید موفق باشید، اگر مسلمونید باید با همت باشید. این دین یه جمله بسیار زیبایی از یکی از دعوتگران معاصره که میگن این دین و شریعت الهی از بزدلان نیست، این ارمغان الهی از آن خودپرستان و غلامان حلقه به گوش نیست و نه برای آن خاک صفتانی است که با وزش باد تغییر مسیر میدهند و نه برای آن آفتاب پرستانی که هر لحظه رنگ خود را عوض میکنند، بلکه این دین برای آن شیرمردان و قهرمان صفتانی است که با همت خیش میخواهند جهت وزش بادها را تغییر دهند. آنهایی که با موجهای هولناک دریاها دست و پنجه نرم میکنند و در مسیر رودهای خروشان برخلاف مسیر رودهای خروشان پیش میرند. ما برای این نیومدیم که تا هر طوری که دنیا هست ما هم با همون ساز برقصیم، نه، ما اومدیم برای تغییر، ما اومدیم برای سازندگی، ما اومدیم برای اصلاح، ما اومدیم برای سعادت و رستگاری خودمون و بشریت و انسانیت و کشورامون و خانواده هامون و همه آینده ما یا آینده بشریت. قرآن همیشه حرف از همت میزنه. قرآن بی همتان رو نکوهش میکنه. عالم بی همت، دانشمند بی همت رو قرآن بی یک الاغی عزکم الله تشبیه میده. میگه که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. اونایی که
علم بهشون داده شده، علمو به جای اینکه ازش استفاده نیکو کنند نه ازش سوء استفاده میکنن. اونا مثل الاغند، الاغ روش 100 بار کتاب بذار، 100 تا بهترین کتابا رو بذار روش، الاغ چی میفهمه؟ همون کتابا رو حمل میکنه. پس وقتی که ما میخوایم انسان باشیم باید اونی باشیم که قرآن از ما میخواد. قرآن آدمای مثلا پوچو نمیخواد، آدمای با همت رو میخواد. خداوند وقتی که منافقان را نکوهش میکنه چی میگه؟ رضوا بان یکونوا مع الخوالف، راضی شدن که با دست و پا چلفتا بمونن. این صفت منافقانه، صفت مؤمن نه. صفت مؤمن صفت ساختاریه، صفت بی پیش رفتنه، صفت همته. قرآن وقتی از پیامبرش حرف میزنه میگه به پیامبرش که فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، ای پیغمبر ما صبر کن، بردباری به خرج بده، شکیبا باش آنطوری که پیامبران صاحب عزت، عزم و عزیمت و همت پیشین بودند. اینه روح قرآن. قصه های قرآن همیشه از ما، برای ما قصه همت رو میاره، آدمای با همت، و به ما میگه مثل اونا باشید. قصه طالوت و جالوت رو میاره، قصه موسی رو میاره، قصه ابراهیم بت شکن رو میاره، قصه نوح و صبرش رو میاره، قصه محمد آقا و سرورم صلی الله علیه و سلم، روحم فداش جانم فداش آقایم محمد مصطفی رو میاره، قصه صحابه رو میاره که محمد مصطفی اونا رو تربیت کرده، قصه مهاجرین و صلابت و بردباریشون رو میاره، قصه انصار و قلبهای بازیشون رو میاره که چطور برادراشون رو به آغوش کشیدن و در سخت‌ترین روزها چطور کنار محمد عزیزم، محمد مصطفیم، رسول و سرور و آقایم ایستادن مردانه. اینه قصه ما، قصه دید درست و دید با همت به زندگی و به آینده، مثبت اندیشی، تغییر در باورها، ننالیدن، لعنت و نفرین نکردن تاریکی، فروختن شمعی برای هدایت بشریت. قصه امروز ما قصه مردی است با این صفات، قصه مردی که خواست بگه که میشه خیلی چیزا رو انجام داد، با توکل بر خدا میشه بر همه سختی ها غلبه کرد. این شخص کیه؟ این شخص رو بعد از این میان برنامه با هم میشناسیم انشاءالله. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما عزیزان. بله، قصه یکیه. قبل از اینکه قصه دوستمون و این مرد با همت رو بگم، بیایید با هم تصور کنیم یه آدم بسیار 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 زشتو. خب تصور کنیم چی میگیم؟ آدمی که سرش این قدی کوچولو باشه، خب گردنش هم چی مثلا چوب کبریت باریک باشه، خب گوشاش کوچولو کوچولو باشه، خب سیاه چرده باشه، خب چشاش مثل قورباغه اومده باشه بیرون، خب خیلی آدم زشتیه. اگه ببینیش چیکار میگی؟ خیلی میترسی حتی ازش. بله، قصه ما قصه همین مرده، قصه چشم قورباغه‌ای. اسمشو هم گذاشته بودن چشم قورباغه‌ای. بله، اسمش بود جاهز. جاهز. قصه ما قصه جاهزه. جاهز، این پسرک فقیر در خانواده فقیر، این پسرک ماهی فروشی میکرد، نون میفروخت تو خیابونا، نون دستش بوده، های مردم نون میفروخت، ماهی میفروخت، پولی رو جمع میکرد. اما همت، قصه همته. بله، قصه ابو عثمان عمرو ابن بحر. عمرو ابن بحر که بهش میگفتن جاهز. جاهز چرا میگفتن؟ چون چشاش اینطوری اومده بود بیرون. خیلی بدش میومد که مردم بهش بگن جاهز، اما خیلی خوش سخن و خوش برخورد و خوش دیدی بود به آینده. با عینکای آفتابی سیاه دنیا را نگاه نمی کرد، با
عینکای روشن، با زندگی روشن، با امید و آرزوها و امیدها به پیش میرفت. این جوونک، این پسر فقیر، میدونید چه کار میکرد؟ کار میکرد روز آقا جوونا، آنو جوونا، آقا پسرا، خانم دخترا، خوب گوشاتون رو باز کنید. این آقا پسر میرفت تو خیابونا کار میکرد خرج خونه رو در بیاره و بیش از شکمش فکر این بود که من پولی گیرم بیاد. بعد از ظهرش میرفت کتاب خونه ها، میگفت آقا صاحب کتاب فروشی میخواست کتاب فروشیشو ببنده، میگفت آقا شما میخواید کتاب فروشی تو ببندین؟ خب بیا من میخوام امشب از کتاب فروشی شما نگهبانی کنم، من میخوابم توی کتاب فروشی شما، به شما این مبلغ پولو هم میدم، شما در رو از بیرون ببند و برو، صبح بیا من داخلم، من در رو باز میکنیم، من میام بیرون. شب هم از کتاب فروشی به اصطلاح مواظبت کردم. مردم تعجب میکردن، کتاب فروشی تعجب میکرد، سر دیوونه چی داری میگی؟ باشه آقا ببند من اینقدر پولش. پولو میداد، میرفت تو کتاب فروشی، شمعی رو روشن میکرد تا صبح کتاب میخوند، تا صبح با همه کتاب‌ها، با کتاب زندگی میکرد. این بود عاشق علم و عاشق دانش. مادرش از دستش به تنگ اومده بود. مادرش یه روزی اومد خونه گرسنه، اومد سر سفره، مادرش چیکار کرد؟ رفت یک سینی پر کرد از اوراق و کتاب‌ها و اینا، اومد جلوش گذاشت. ماما این چیه؟ گفت همینه دیگه، تو از بیرون هی میری کتاب میاری، هی میری کتاب میاری، حالا کتاب اگه خوردنیه بگیر شکم تو سیر کن. خیلی ناراحت شد، رفت تو مسجد ناراحت که ای بابا مادرم چی کار کرد، من چی بکنم؟ خب ناراحت نشسته بود. یکی از علمای زیرک دید پسر ناراحته، اومد گفت ابو عثمان چیته؟ قصه رو واسهش تعریف کرد. مادرم واسه هم کتاب آورده که بگیر بخور، این نون نمیشه. مادرم میگه برو تجارت کن، برو کاسبی کن، برو، من عاشق علمم، من میخوام عالم بشم، من میخوام دانشمند بشم. گفت باشه. گرفتش، پاشو بیا اومد، بردش خونش، یه غذای خوب بهش داد، بعدم 50 تا دینار بهش داد، گفت برو الان خرج خونه تو بخر ببره پیش مامانه. رفت یه عالمه برنج و به اصطلاح آرد و خرما و روغن و این چیزا خرید، رفت کسی رو هم آورد که اینا رو بازم بیار خونه. رفت برد خونه مادره، این همه چیز دید که اومد، گفت اینا از کجا؟ گفت از همون کتابا. گفتی کتاب خوردنی نیست؟ حالا من رفتم کتاب خوردنی شد یا نشد. این بود عمرو ابن جاهزی که عاشق کتاب بود، عمرو ابن بحر، که مسعودی در حقش میگه که هیچ کسی رو از اهل علم ندیدم که مثل جاهز عاشق کتاب باشه. از ابوالعینا پرسیدن که راستی جاهز تو چی تخصص داشت؟ گفت آقا چی دارید میپرسید؟ بگید جاهز تو چی تخصص نداشت. مردی بود دائره المعارف، در همه چیز، در همه زمینه واسه خودش آقایی بود و واسه خودش عالمی. طه حسین وقتی که از جاهز حرف میزنه، طه حسین جاهز رو الگوی خودش قرار داده بود. طه حسین کوری بود که بعداً دیدیم که چه کسی شد و چه خدمت‌هایی واسه خودش کرد، چه با همتش، آدم نابینا با همتش شد وزیر تعلیم و وزیر آموزش پرورش مصر. طه حسین در بحثی که از جاهز داره میگه جاهز 250 تا کتاب نوشته. جاهز 205، این آقا همینی که ما داریم ازش حرف میزنیم 250 کتاب نوشته. بعضی کتاباش مثل کتاب الحیوان 8 جلده، کتاب البیان و تبیین 4 جلده. خیلی حرفه. این جاهزی که فقیر بود و ابن خلدون میگه که ما در ادب وقتی حرف میزنیم ادبیات بر 4 کتاب استوار شده. ستون ادبیات 4 تا ستون داره. یکیش کتاب ادب الکاتبه، ادب نویسنده مال ابن قتیبه، یکی کتاب الکامل مال مبرد و یکی کتاب البیان و تبیین مال جاهز رفیق خودمون و چهارمیش هم کتاب الامالی از ابی علی القالی هست. این بود جاهز ما. جاهز خیلی آدم شوخ طبعی بود، با همه این مشکلاتی که داشت، با همه این زندگی که داشت، خیلی خیلی شوخ طبع بود. آخه انسان ها با مشکلاتی که واسه شون پیش میاد 2 راه حل دارن.
بعضیا میان این مشکل رو عذاب میبینن، هی میخوان که این کمی که دارن اینو پنهانش کنن، هی خودشونو این ور اون ور اینو مثلا پنهان میکنه، از مردم خجالت میکشه. این راه حله، راه حل منفی، راه حلی که به نتیجه نمیده. راه حلی که جاهز واسه خودش انتخاب کرده بود راه حل خوش طبعی بود. اون چیزی که توش داشت اصلا اونو به جای اینکه بذاره مردم ازش میخندن، اون خودش واسهش لطیفه درست میکرد و میخندید. از لطیفه های جاهز واسه تو بگم البته بعد از این میام برنامه چند تا لطیفه از جاهز میگیریم و با هم میخندیم. وصال حق، منبر توحید و حقیقت. این است الله پروردگار راستین شما، بنابراین پس از حق چیزی جز گمراهی و ضلالت وجود ندارد. پس چگونه از حق روی گردان می شوید؟ با عرض سلام مجدد. بله، با جاهز داشتیم حرف میزدیم و از نوشته هاش. جاهز گفتیم که بیش از 250 تا کتاب نوشته. کتاب البیان و تبیین از جاهز در 4 جلد، کتاب الحیوان در 8 جلد، کتاب البخلا. خب البته دوستای خراسانی من ناراحت نشن، اولین قصه بخلای جاهز که کتاب از قصه های بخیل هاست. البته قصه های روانشناسی، قصه های جالب، بحث های جامعه شناسی و ادب در روح نوشته های جاهز در هر جا دیده میشه. کتاب محاسن الازداد، کتاب تاج در اخلاق ملوک، التاج فی اخلاق الملوک، المحاسن و ازداد، کتاب نمیدونم از صرحا، کتاب طفیلیون، کتاب نمیدونم بین شیعه آقای شیعه زیدی و شیعه های نمیدونم رافضی. یک در هر زمینه‌ای که به عقلت بخوره میبینی که جاهز یه چیزی نوشته، یک کتابی، یک نمیدونم چیزی توش گذاشته. داشتیم از لطیفه های جاهز میگفتیم. از لطیفه های اینی که خودش با وضعیتی که داره میسازه، نمیناله. خب یکی از لطیفه خودش میگه که مثلا یه خانومی منو خیلی جا انداخت و دست انداخت. گفت چطور؟ گفت میرفتم تو راه، یه خانوم اومد، آقا بیا اینجا. گفتم بله بفرمایید. گفت همراه من میای؟ من دستمو گرفت برد پیش یک زرگری برد به زرگره گفت مثل این و گذاشت و رفت. تعجب کردم چی شد؟ به زرگره گفتم آقا قصه چیه؟ گفته چی، این خانم یه قطعه طلا آورده پیش من، گفته که بچه‌ها منو خیلی اذیت میکنن، شما یه انگشتری واسم درست کن، روی این انگشتری صورت شیطان و یه جن و یک چیزی درست کن که ترسناک باشه، تا بچه‌ها منو اذیت کنن بگم وای ببین لولو میاد میخورنه. یه لولویی واسم درست کن. گفتم والله من چه بدونم لولو چه شکلیه، من چه بدونم شیطان چه شکلیه، جن چه شکلیه. الان شما رو آورده بود به من میگه که مثل این. خب اینجوری جاهز از خودش از همه میتر. خیلی قد کوتاهی هم بود جاهزا، به جای اینکه بزنه مردم بخندن بهش بگن کوتوله، خودش یه لطیفه‌ای درست میکرد، هم دیگران میخندیدن، هم ادبی به اصطلاح میشد و هم به اصطلاح خودش از معرکه بیرون میرفت. میگفت یه زنی منو خیلی بد دزنده. گفت چطور؟ گفت رفته بودیم یه جایی پیکنیکی و اونجا هم پادشاه و همه بودن، یه زنی بود خیلی دراز بود، من خواستم به اصطلاح اذیتش کنم، یه شوخی کنم، بهش گفتم که خانم بفرمایید پایین شید و چیزی با ما میل بفرمایید. زنه هم به من نگاه کرد گفت نه آقا شما بیا بالا تا دنیا رو ببینی. اینجوری به اصطلاح زندگی رو واسه خودش زیبا کرده بود. خودش میگه که غلامی داشت، این غلامش یه روز اومدن ازش پرسیدن که جاهز کجاست؟ گفت تو خونه است، داره به خودش دروغ میگه. یعنی چی دروغ میگه؟ میگه چی؟ جلوی آینه وایساده، خیلی تو آینه خودش رو نگاه میکنه، بعد میاد میگه خدایا تو را شکر که مرا اینقدر زیبا آفریدی. خب این بود جاهز ما.
البته جاهز میگه که از بخلاش، از بخیلا بگم که از قصه های بخیلا، میگه که یک آدمی بود به نام ابوالقماقم. این ابوالقماقم رفته بود خواستگاری. اونجا که رفته بود خب میپرسید که این خواستگار، این دختر خانومی که من میخوام باهاش ازدواج کنم چی داره؟ ماشین داره، حقوقش اینقدر، کارمنده، فلانه، دیگه چی هی یادداشت میگن. بعد گفتن که خب شما که اینقدر از مال و ثروت خانومت میپرسی یا از نامزدت، خودت چی داری؟ این گفت که والله من که چیزی ندارم، اما همینی که ایشون دارن واسه هر دوتامون کافیه. خب این به این صورت به اصطلاح جاهز، البته خیلی قصه های جالبی در کتابای به اصطلاح جاهز میتونید به اصطلاح پیدا کنید. این بود جاهز. و جاهز کسیه که کتاباشونو کشتن. قصه کتاباشونو کشتن چیه؟ این بود که جاهز آخر عمریش خیلی مریض شد. تو بیماریش که بود میخواست به اصطلاح بره کتاب، همون حالتای فلج شده بود، افتاده بود، به یه چیزی هم یادمون نره. بسیاری از کتاب‌های جاهز عمالی است. عمالی یعنی چی؟ یعنی جاهز میگفت، شاگردان مینوشتن، املا میکرد رو شاگرداشون، شاگردان مینوشتن. اینطور افتاده بود، مریض بود، از فلج بود همه، اما دست از علم بر نمی داشت. میگفت و مینوشتن. جاهز بحری بود، همون که اسمش هست عمرو ابن بحر، واقعا بحری بود، دریایی بود از معرفت و دانش. خودش همینجور کشان کشید پیش کمد کتاب. اون وقتا خب کتابا هم که با اون کتابای قدیم و نمیدونم وضع، هر کتابی اینقدر قطور بود، اینقدر بلند بود، یک کمد بزرگ داشت از کتابا. خودشو کشون که میخواد یک کتاب برداره، همه کمد و کتابا افتادن روش و جاهز زیر کتابای خودش جان داد. این بود جاهزی که در اون به اصطلاح در زشتی، در فقر، خودش میگه که به اصطلاح خلیفه از من شنیده بود، این ور و اون ور دنیا رو پیچیده بود، جاهز عالم بزرگ فلان. خلیفه میخواست که بیاد، خب این عالمی که ازش میشنوه بیاد بچه‌هاشو درس بده، تربیت کنه. میگه من رفتم پیش خلیفه تا منو دید، شکل و قیافه منو دید، ترسید، زودی صدا زد، گفت یک کیسه 10,000 دیناری آوردن به من داد، گفت اینو بگیر، خیلی لطفت زیاد، خداحافظ. ترسید که بچه‌هاش از من بترسن. همچین انسانی تونست همچین شخصی بشه. شاگردای جاهز دنیا رو پر کردن، کتابای جاهز تا روز قیامت هست. تا امروز هر کسی ادبیات میخونه باید کتابای جاهز رو بخونه. ادبیات عرب و عجم از جاهز روح میگیره. قصه خوش‌طبعی جاهز، قصه همش دیدش به زندگی. اگر ما بخوایم رازهای موفقیت این مرد رو بگیم، مردی که وقتی مرد همه شهر بصره در عزا نشست، این مرد بزرگ تاریخ، جاهزی که خودش رو با خودش ساخت. اگر ما بخوایم بگیم که رازهای موفقیتش چیه، اولین رازی که من بگم برای موفقیت جاهز ظروف وضع اجتماعی خودش، فقر و اینکه پدرش زود از دست داد و یتیم شد. اگر در خانواده فقر هست، اگر یتیمی هست، اگر بیماری هست، اگر مشکلات هست، این مشکلات باعث بشه که تو خودتو بسازی جوون، ای نوجوون، نه اینکه به اصطلاح عقب نشینی کنی. باید جلو بری، خودتو بسازی، آینده‌تو بسازی. این فرصته. هر مشکلی که هست ببین که این حکمتی توش هست. خداوند میخواد که تو جلو بشی، تو پای خودت باشی، تو مرد بشی، نه اینکه بری بنالی مثل به اصطلاح آدمای دست و پا چلفت و گریه و زاری به راه اندازی. نه، اینو ببین یکی از مهمترین رازهای شخصیت جاهز. یکی از رازهای دیگهش مثلا تشخیص درست میلش، رغبت علم داره، دانش داره، به طرف فهمینه، به همون طرف میره. شما عاشق چیزی که هستی، عاشق فنی که هستی، عاشق مهارتی که هستی، به طرف همون برو، تو همون میدان خودتو بساز، تو همون میدان نابغه شو، خودتو کم نگیر. هر چی باشی از جاهز که بدتر نیستی. نه از بیماریت مثل بیماری‌های جاهزه، نه شکل و قیافت و نه فقیر و بدبخت و بیچارگیت. پس شما میتونید بیایید جلو و از جاهز هم جلو بزنید.
تهدید هدف و آرزوش، هدف و آرزوشو محدد کرد، فهمید داره به طرف اون میره، یک چیزایی کم راضی نشد. میتونست بگه که من میخوام یه معلمکی باشم، من میخوام یک دکترکی باشم، من میخوام یه مهندسکی باشم. نه، من میخوام کسی باشم که آینده رو روشن کنم برای بشریت. من میخوام در همون تخصص خودم به بالاترین سقفش برسم، نه به یه چیزی کوچولو راضی بشم. نه، اون نوجوانی که میخواد معلم بشه، میگه چی میخوای بشی؟ میگم معلم. این دربون مدرسه هم نخواهد شد. اون کسی که میخواد رئیس نمیدونم وزیر آموزش پرورش بشه، اون شاید معلم بشه. بس شما باید سقف رو در نظر بگیری و به طرف همون سقف بری و حتما هم به نتیجه میرسی و حتما هم اسمی در تاریخ واسه خودت خواهی گذاشت تا تاریخ تا روز قیامت بگه خدا رحمتش کنه، روحش شاد، خدا به درجا بیامرزه. یک نقطه دیگه، درس و تعلیم و کوشش. میدیدید که شبانه روزی در درس بود و تعلیم و کوشش و فعالیت‌های مستمر. یک کتاب نوشتم، خب تموم شد الحمدلله ما به همین راضیم. نه، 250 تا کتاب، بعضی کتاباش چند جلد. این کیه؟ همین یه نفر. چقدر عمر کرد؟ تقریبا حدود 90 سالی بیشتر عمر نکرد. حالا خودت ببین، این تقسیم کن این همه کتاباشو رو روزهای زندگیش، ببین چه خبر میشه. کی آموخت، کی نوشت، کی فهمید، کی همش خداوند در زندگی برکت خواهد داشت. و چیز مهم اینی که آقا معلم‌ها هم اینو یادداشت کنن. جاهز شد با دست شاگرداش. جاهز شاگرد درست کرد، پیروان خوب، دانشجوهای خوبی درست کرد. این دانشجوها کتاباشو یادداشت کردن، باش همکاری کردن و جاهز شد. پس واسه خودت یک تیمی درست کن، تیمی کار کنید، تیمی خودتون رو بالا بکشید. تنهایی انسان چقدر میتونه رشد کنه؟ یک کف، یه دست صدا نداره، دو تا کف که به هم میرسن صدا بسرا. و دوم این که در زندگی جاهز یه نوع توازنی ما میبینیم در خونش، در عبادتش، در نمیدونم کار و تلاش، در نه خودتو کلن تو کارت غرق کن و نه خودتو کلن تو دنیات غرق کن. نه، در هر چیزی رو باید به اندازه خودش حجمش رو بدی و به طرف آینده بری و حتما موفق خواهی شد. آرزو دارم که همه شما عزیزان از این درس هایی که میشنویم، از این قصه هایی که میشنویم، پندها و اندرزها بگیریم و خودمون رو با آینده خودمون رو بسازیم و در راستای سعادت و خوشبختی خودمون، اولا خانوادامون، شهر و روستامون و کشورمون و همه بشریت سهیم باشیم. بیاییم تو میدون و نگیم ما چیزی نیستیم. بله، ما خیلی هستیم. اگر بخوایم، خداوند در هر انسانی یک قدرت‌های بی‌نهایت گذاشته. خداوند در هر کودکی که به دنیا میاد، این یه برنامه یک نابغه است. این یه پروژه ساختن یه نابغه است. اینجاست که یا جامعه، خود اون شخص، خانواده، اینها همه دست به دست هم میدن تا این نابغه رو احیانا خفش کنن. و خیلی وقتا هم هست که خانواده عاقل، جامعه عاقل، محیط کمک میکنه و اگر هم نکرد، دیدی مادر جاهز مزاحمش هم بود، اما جاهز نه، جاهز به پیش رفت، همه این سدهای سر راه رو کنار زد و شد این مردی که دیدیم. جاهز تونست خودشو بسازه و شما نوجوان، شما جوان، شما آقا، شما خانم، شما بزرگ، شما کوچیک، همتون میتونید خودتون رو بسازید و واسه آیندهتون خیلی باشید. هرگز دیر نیست، از امروز میشه شروع کرد و شما برید شروع کنید، برید جلوی آینه وایسید بگید من میتونم و من شما رو میذارم با این همت سازیتون و تا دیداری دیگه همه شما رو به خدای منان میسپارم. خدایا رو نگهدارتان باد. از همتون التماس دعا دارم. موفق و پیروز و شادکام باشید.